اوکی اینجا منطقه به اسم بنف توی ایالت آلبرتا 2008 دسامبر 26 دقیقاً 4 سال گذشته از مدتی که من اومدم امریکا. اولین سفر من به کاناداست. اومدم خونه مهردادینا و الان اومدن یه جایی به اسم منطقه بنف، پارک طبیعیه. منطقه هم سراسر پوشیده از برف. جادم که می‌بینید یه پارچه برفه. یه سری عکسا که دیدی اونجا داره. اون عکس از اینجاست. ببین پمپ بنزین. آی سی آره همین بوده اصلا. آره اون پمپ بنزین اگه چیز کنی اگه دقت کرده باشی دیدی اینجا چقدر سرسبز تو اون عکسه. آره همش سبز. نیفر اینجا چیزی دیگه نمیخوام بگیری؟ نه. جالبه تو اینجا الان منفی 17 درجه سانتیگراد زیر صفره. اگه باور نداری ماینوس 17. ببین شب یکی از خونه‌ها این شکلی گرفتیم آره چه شکلی؟ چه شبت؟ نه سیریس حتی میشه بیرون آتیش روشن کرد. فکر میکنی حالا بذار حالا اینجا خوب گرمیده. به نظر نمیاد الان زیاد منفیه. اینا دیگه از موقعی که من اومدم هی دارم میزنن تو ذوق بچه. به هر صورت بسیار قشنگه. I miss the snow and right now I'm thinking about the escape. واو اینجا جاده لغزنده هم هست. Just slow. این منطقه معروف منطقه پر از خرس و کوگار. آره دیگه اینجا. آره. خود مهرداد شخصا از کونه یه خرس عکس گرفت. همینجا دقیقاً. اینا احتمالاً رد پای باید چیزی باشه. ببین نگاه کن رد پای نگاه کن جا. آره. رد پای حیوان نیست. انسانه. از کجا میدونی؟ بعضی کشتی شده بود. نگاه جای پاس جای انسان. نه خب راست میگم نمی‌فهمم اون کونه جدا که نبود، کونه یه حیوان بوده. کاسل کلیف. پس این کاسل کلیف راکس نیست. Oh, look at this big mountain. This mountain name is Castle Cliff or Castle Mountain? Castle Mountain. It's cliff. It's, however, براساس شبیه کسله. از دور بیشتر شبیه کسل بود. از نزدیک یه مقدار شبیه کوه. این الان نمای خوبیه که الان دیده میشه. از مدعوین خودم من یه فیلم برداری بکنم. این مهرداد خانه در حال رانندگی. سلام بزرگ جان. وقتی نگاه میکنی یاد ما بکن. حتما. این دختر خوشگلشون ونوسه که روز به روزم خوشگلتر میشه. منتها غیر از خوشگلی دختر باهوش هم هست. دیروز منو حسابی برد. یه سیبیل آتشین هم واسم کشید که تا ابد یادم نره. اینم نیلوفره که مامان این دختر خوشگله. این گروه مدعوین من هستن برای گفتن این که نزدیک 11مین سالگرد ازدواجشون هم هست و 18مین سال تولد فرود نیلوفر. در وارد 19مین سال زندگیش میشه. 11مین سالی که من تولد 20 سالگیمو جشن میگیرم. اینم یه دورنما از منطقه بنف. ما اومدیم توی ایالت آلبرتا شهر کالگری، شهری که در آینده میخواد جای ادمونتون بگیره. So yeah, overview. Look at this. اصلا نمیشه بری پارک کرد. اونجای پارکینگ بود مثلا؟ قبلا بوده. اینا اینجوری رفتن دیگه. ما we have to do this guy. Oh, he is coming from this big mountain.
یه خورده با این فاصله بده بیچاره اگه خواست حداقل بیاد بیرون بتونه بیاد در